بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، امروز آید یک مسئله به قدر امکان مفصلتر روشنی می اندازیم که آن هم باشد قول جمعه مبارک در روز جمعه و فرستادن پیامک ها با نام جمعه مبارک. آیا این سخن از نگاه شریعت اجازت است یا بدعت است؟ خواستیم در این مسئله به طور مفصلتر صحبت کنیم، برای آنکه مردم عوام در حیرت افتادند. بعضی از داملاها میگویند بدعت است، بعضی ها میگویند که بدعت نیست، اجازت است، حتی بعضی ها میگویند که گفتنش ثواب است. برای همین سوال ها خیلی زیاد است. چندین وقت می شود که به تأخیر میگذاریم و امروز امید میکنیم که فرصت آن آمده است که به این مسئله وسیع‌تر سخن کنیم. تمام علما اتفاق کردند که در قرآن کریم الله تعالی به گفتن روز جمعه مبارک، یعنی در روز جمعه، امر نکرده است و همه اتفاق کردند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به گفتن سخن جمعه مبارک امر نکردند و خودشان هم یگان کس را با روز جمعه تبریک نکردند و یگان صحابه ها همدیگر را جمعه مبارک نمی گفتند، نه تابعین، نه تبع تابعین، نه امام ابو حنیفه و نه یگان مذهب ها. یگان عالم در طول تاریخ همدیگر را با روز جمعه تبریک نکرده است. این یک مسئله که اتفاق تمام علما هست. حتی آنهایی که روز جمعه مبارک گوی تبریک کنید میگفتگی ها هم میدانند که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردند، صحابه ها نکردند، تابعین نکردند، 4 امام ها و دیگر امام ها علما نکردند. در این مسئله اتفاق است. اختلاف در آن است که بعضی ها گفتند که بدعت است گفتنش و بعضی ها گفتند که اجازت است. این دو قول مشهور است. می شود یک قول دیگری را هم اضافه کرد که آنها می گویند که گفتنش مشروع نیست، یعنی امر شریعت نیست، ولی گویندهش را ما اهل بدعت نمی شماریم گفتند و گفتند که اگر ما را کسی تبریک کند اجابت میکنیم، جواب میگردانیم، لیکن ما کسی را تبریک نمیکنیم. و بعضی از آنها گفتند که یعنی همه وقت هر جمعه نیو گاه ها گفتنش اجازت هست گفتند. این قول های کی است؟ قول اول، یعنی آنهایی که بدعت است گفتند، قول شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبدالعزیز آل الشیخ، شیخ عبدالعزیز الطریفی، شیخ صالح ابن صالح الفوزان و غیر آنها. همه آنها را نامبر نمی کنیم. قول آنهایی که جایز است گفتند. قول دوم، دارالافتای مصر با سردار مفتی کشور مصر عرب و شیخ عبدالله مطلق، اعضای هیئت کبار علمای مملکت عربستان سعودی و دیگر شیخ ها مانند سلمان عوده و دکتر خالد مصلح و غیره ها. قول سیوم گفتن که این امر مشروع نیست، لیکن کسی تبریک کند ما او را اهل بدعت نمیگوییم. این سخن را از شیخ محمد ابن صالح العثیمین نقل میکنند رحمت الله علی الجمیع. الله تعالی همه ایشان را رحمت و مغفرت کند. سوال شدنش ممکن است که برای چی شما از شیخ های معاصرین برای ما نقل دارید؟ از امام بخاری نه،
از امام ابو حنیفه نه، از امام مالک و شافعی و احمد نه. برای چی از این شیخ های معاصر؟ برای آن که برادران عزیز این مسئله در زمانه های قدیم نبود، در کتاب ها نبود. حالی ما هم به خاطر نداریم که تا سال 2015 کسی ما رو تبریک میکرد یا نه، کسی ما رو در این مسئله پرسیده بود یا نه، در خاطر ندارم. چون که این بعد اینکه تلفن ها به همه دسترس شد و همه استفاده واتساپ و دیگر انواع این برنامه ها رو استفاده میکردگی شدن، این مسئله رواج یافت. حتی یک شخص میگوید که مادرم به نماز است، میگوید به سطر است، روز جمعه شد تلفن رو میگیرد، تقریبا 50-100 نفر تمام خیش و تبار شناس ها همه میفرستاند به نماز و به نماز و به همه. یعنی یک چیزی عادی شده است. حتی مثلا یک انسان علل خصوص انسان پولدار باشد یا با آبرو باشد، سحر میخیزد که در تلفنش خیلی تبریکات های زیاد و همه اونها نمیتواند پاسخ گرداند و اگر پاسخ هم گرداند خیلی وقت رو میگیرد. بعد آدمی که فرستانیده است خفه هم میشود که به تبریکات من جواب نگردانید گفته. این خودش چیزی که نو پیدا شده است. بنابراین یگان عالم کلانسال یا عالمی که پیشتر اقلا 50 سال 100 سال پیش گذشته باشد نیافتم که در همین مسئله سخن کرده باشد. بالذات مسئله جمعه مبارک گفتن در همین مسئله یگان عالمی که 50 سال یا 100 سال اقلا پیشتر از دنیا گذشته باشد نیست که در همین مسئله سخن کرده باشد. این دلالت میکند که این در عصر ما و در سالهای آخر رواج یافت و پهن شد. خب سوال دیگر شدنش ممکن که برای چی از علما نقل دارید؟ آخر شما به سوال مردم از قرآن جواب دهید، از سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب دهید، برای چی به ما از عالم ها نقل میکنید؟ اولش این که خیلی که در بالا گفتیم الله تعالی نگفته است که روز جمعه همدیگر را تبریک کنید یا به همدیگر جمعه مبارک بگویید، بلکه گفته است که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. ای آنهایی که ایمان آوردید وقتی که روز جمعه به نماز جمعه ندا کرده می شوید، یعنی از آن گفته می شود فاسعوا الی ذکر الله، به ذکر الله تعالی شتاب کنید، و ذروا البیع، خرید و فروش را ترک کنید. خرید و فروش بعد از آن دویم تا سلام دادن امام حرام میگردد. و ذروا البیع، خرید و فروش ترک کنید، به سوی نماز جمعه شتاب کنید. فرض است رفتن به نماز جمعه. این الله تعالی گفته است، نگفته است که همدیگر را تبریک کنید. و مسئله وقتی که ما از علما نقل میکنیم فلان عالم چنین گفت و فلان عالم چنین گفت، برای چی میگوییم؟ برای اینکه الله تعالی در سوره نحل با ما دستور میدهد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید پس اهل علم را بپرسید. و در سوره انبیا هم همین آیت را عیناً تکرار کرد، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید پس اهل علم را بپرسید. الله تعالی ما را به اهل علم حواله کرد. برای چی؟ برای اینکه یک آدم عادی، یک آدم عامی که علم شرعی ندارد، اگر قرآن گیرد، خواه عرب باشد خواه عجم باشد، قرائت کند، حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم را قرائت کند، نمیتواند به این مسئله جواب برآورد. برای این علم فهم لازم است. یک چند علم های آلت و دیگر علم ها را اهل این می آموزند تا اینکه از قرآن کریم و از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم معنا استنباط کنند، حکم یک مسئله را برآورده توانند. ببینید جمعه مبارک در زمانهای قدیم نبود. شما الان گوش اندازید ما دلیل ها را از کجا برای بدعت بودنش یا جایز بودنش از کجا دلیل ها را میبریم؟ اصلی همه دلیل ها گرفته شده از قرآن کریم و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و فتوا هم باید همین خیل باشد.
وقتی که یک انسان از نام شریعت سخن میکند باید از نام الله تعالی بیان کند، از نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کند، سپس از نام صحابگان کرام که پیغمبر علیه السلام دین مقدس اسلام را محض مباشرتا به واسطه به همین مردم رسانیدند، به مردم صحابه ها رسانیدند. اولین شخصیت هایی که شریعت را آموخت اینها صحابه ها هستند و اینها شاهدی نزول قرآن بودند. با چشمهای خود جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدند، با چشمشان دیدند و با جانشان شاهد بودند وقتی که وحی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میشد، وقتی سخن الله تعالی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میشد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن را به مردم میرسانیدند. خب اکنون دلیل های آنها یکی گفتند که تبریک کردن به روز جمعه بدعت است، دلیل های آنها را ذکر میکنیم. سپس دلیل های آنهایی که تبریک کردن به روز جمعه جایز است گفتند. به کجا تکیه کردن، از کجا دلیل گرفتن، دلیل آنها را بیان میکنیم. سپس قول سیوم را و سپس ان شاء الله خلاصه میکنیم. آنهایی که گفتند که گفتن جمعه مبارک بدعت است. بدعت یعنی چی؟ بدعت چیزی که نو پیدا شده است، از دین مقدس اسلام نیست. این شخصیت ها به کدام دلیل ها تکیه کردند؟ الله تعالی در سوره اعراف میگوید که واتبعوه لعلکم تهتدون، شما به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کنید. امر است و امر الله تعالی دلالت به واجبیت میکند، حتمیت و ضروریت. یعنی ما باید پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنیم. واتبعوه لعلکم تهتدون، شما به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کنید. خب در کدام عمل ها پیروی کنیم؟ در تمام عمل ها یا در بعض عمل ها؟ یه حدیث از حضرت انس رضی الله عنه به سمع شما میرسانم. حضرت انس میگویند که ان خیاطا دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم لطعام صنعه، یک دوزنده پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به یک طعامی که آماده کرده است تکلیف کرد. یا رسول الله، من یک طعام پختم، از شما خواهش میکنم که هم طعام مرا یعنی تناول کنید. به خانهش تکلیف کرد. قال انس فذهبت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت انس خدمتگار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. 10 سال خدمت بهترین شخص دنیا را اجرا کردند، خوشا به حالشان. میگن همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم انس را هم همراهشان بردند. فقرب الى رسول الله صلی الله علیه و سلم خبزا من شعیر و مرقا فیه دباء و قدید، و به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نان جوین گذاشت و یک شوربای که در داخلش کدو هست و قدید هست. قدید گوشتی که نمک کرده شده هست، در آفتاب یا در شمال سخت کرده شده هست، قاق کرده شده هست، خشک است. خلاصه یعنی خنک کنک ها نبود، با همین راه ها گوشت ها را ذخیره میکردن. خلاصه با همین نوعی، یعنی گوشتی تر و تازه نیست، گوشتی خشک کرده مانده شده و کدو، با همین یک شوربای کرده است به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشت. فرأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یتتبع الدباء فی الصفحه، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که از همان طبق کدوهایش را چینده می‌خوردند. فلم ازل احب الدباء منذ یومئذ، از همان روز اعتباراً کدو را دوست داشتم. میگن یعنی که حضرت انس طبیعتاً اینقدر میلی به کدو نداشتن، کدو را دوست نمی داشتن. از همان روزی که دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از کاسه خود کدوها را گرفته میخورند، از همان روز اعتباراً کدو را دوست داشتم. میگن البته خوردن کدو این عبادت نیست اصلا، این یک عادت است. لیکن حتی در همین مسئله ها
صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی از پیغمبر میکردند. اونها از آیت چی فهمیدن؟ و تبعوه لعلکم تهتدون، شما پیروی از پیغمبر کنید صلی الله علیه و سلم تا اینکه هدایت یابید. این دلالت میکند که کسی که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی نکند او هدایت نیافته است. آنها پیروی را به تمام وجهش، به تمام راهش، در تمام کارها، هم در فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هم در ترک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کردند. ترک های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ترک میکردند، کاری که نکردن نمیکردن، کاری که کردن میکردن. از پیروی که الله تعالی تمام مسلمان ها را به آن پیروی امر کرده است که و تبعوه لعلکم تهتدون، پیروی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنید تا اینکه هدایت یابید. مفهوم مخالفه آیت این است که کسی که اگر پیروی از پیغمبر نکند او در راه هدایت نیست. ببینید حتی در خوردن کدو، بنابراین قاضی ابو یوسف شاگردی پیشقدم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند که کسی همین حدیث را شنود، حدیث کدو را که حضرت انس نقل کردند، سپس گوید که من کدو را بد میبینم، گوید کافر میشد. گفتم ببینید باید محبتی ما و محبتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موافقت کند، حتی در محبت و در بد دیدن پیروی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنیم. خب مسئله اساسی این است که آیا ترک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ترک هر کاری که نکردند دلیل هست یا نیست؟ اگر ترکی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک کار را ترک کردن، از جمله جمعه مبارک نگفتند، همین عمل ترک کردند، همین مشروع هست یا مشروع نیست؟ یعنی آیا ما در ترک هم باید پیروی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنیم یا نه؟ هر چیزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترک کردن ما هم نکنیم، یا اینکه این پیروی حساب نمیشد؟ قاعده را گوش کنید. این قاعده ها برادرهای عزیز، قاعده ها را خواه قاعده های فقهی باشد، خواه قاعده های اصولی باشد، قاعده ها را به طریقه تتبع و استقراء علما رحمت الله علیهم از قرآن و سنت میگیرند. هر یک قاعده در قرآن و در سنت از مجموع آیات و احادیث گرفته شده است، تکیه به آیات و حدیث کرده آن قاعده را گرفتند. یعنی قاعده ها اصلا دلیل دارد. هر قاعده، یک قاعده که علمای مذهب حنفی این قاعده را در اصول خود گذاشتند برای شما نقل میکنم. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون في الفعل كذلك تكون في الترك. پیروی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه خیلی که در فعل می شود همین گونه در ترک هم می شود. یعنی ما باید هم در فعل و پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروی کنیم، هم در ترک، یعنی هر چیزی که کردن اجرا کنیم، هر چیزی که نکردن اجرا نکنیم. باید این قاعده از آنی که است هذه قاعده مهمه بنا علیها علماء الحنفیه کثیرا من المسائل. این قاعده مهم است، بر بالای این قاعده علمای حنفی بسیار مسئله ها را بنا کردند. یعنی بسیار مسئله ها از همین قاعده گرفته شده است. و اصل اصیل فرعوا علیه عده فروع. این یک اصل است، قاعده هست، اصیل هست، از این یک چند فرعها یعنی شاخه ها برآوردن، مسئله ها برآوردن. و میزوا بذلك بین کثیر من البدع و السنن. به سبب این قاعده علمای حنفی یک چند بدعت ها را از سنت ها جدا کردند. این قاعده را کی ذکر کرده است؟ علامه ملا علی قاری که یکی از علمای معتبر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، سال 1014 هجری از دنیا گذشتند.
و اینچنین شیخ عبدالحق محدث حنفیه در هند سال 1052 از دنیا گذشتند. و اینچنین علامه محمد عابد سندی یکی از کبار علمای حنفیه سال 1257 هجری از دنیا گذشتند. و اینچنین شیخ قطب الدین دهلوی سال 1289 هجری گذشتند. لیکن این لفظ مولا علی قاری هست، میگویند که والمتابعه کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ایضا. پیروی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در فعل و رفتار پیغمبر می شود صلی الله علیه و سلم، همین گونه در ترکشان هم میشد. هر چیزی که نکردن ما باید پیروی کنیم، نکنیم. فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدعون. پس هر کسی که یک کاری را دوام دهد که آن کار را شارع اجرا نکرده است، او مبتدع است. گفتن این سخنی که است سخن علی قاری هست برادران. ملا علی قاری تمام عالم های حنفی میشناسن. ببینید میگن که فمن واظب علی فعل لم یفعله الشارع، کسی که بردوام اجرا کند یک فعل را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکردند فهو مبتدعون، و اهل بدعت است. یعنی چیزی که پیغمبر نکردن و پیدا کرده است یا کرده است. جهود علماء الحنفیه، مهنت و اجتهاد و جهاد علمای حنفیه به همین معنا یک کتابی هست، گیرید در آنجا در این مسئله گفته شده است. و در سوره احقاف الله سبحانه و تعالی سخن کافرها را نقل کرد. و قال الذين كفروا للذين آمنوا، کافرها گفتند، کافرهای مکه، لو كان خیرا، اگر پیروی به دین مقدس اسلام، ایمان آوردن به این دین، به این پیغمبر و به این قرآن کار خیر میشد، ما سبقونا الیه، لو كان خیرا ما سبقونا الیه، اگر این کاری خیر میشد اینها از ما پیش نمیگذشتن، ما را سبقت نمیکردن. کی را در نظر دارن؟ حضرت بلال و حضرت عمار و حضرت خباب و صحابه های کمبغل و بیچاره ضعیف را، یعنی که صحابه هایی که نه آنقدر آبروی و اهمیتی خاصه در بین جامعه داشتن، آنها که اول شده اسلام قبول کردن از اینها پیشتر، اینها میگفتن که لو کان خیرا ما سبقونا الیه، اگر کاری خیر میشد پیروی به اسلام اینها از ما پیش نمیگذشتن. یعنی ما شخصیت های هستیم که در نزد الله تعالی آبرو داریم، الله ما رو به این کار اول موفق میکرد. اگر این کاری خیر میشد آنها همین گونه در حق خود گمان های نیک داشتن، همین گونه میپنداشتن که آنها در نزد الله تعالی آبرو داشتن. ببینید علامه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر خود در زیر همین آیت چی گفتند؟ سال 774 هجری گذشته هستند. و اما اهل السنت والجماعت فیقولون، این شعار کافرها بود. لو کان خیرا ما سبقونا الیه، اگر کاری خیر میشد ما را پیش نمیگذاشتن. گفتند صحابه ها را. ابن کثیر از نام مؤمن ها گفتند که مؤمن ها میگویند در مقابل کافرها، یعنی شعار مؤمن ها این است که فی کل فعل و قول لم یثبت عن الصحابه هو بدعت. هر یک کاری که از صحابه ها ثابت نشده است، هر یک سخنی که یا هر یک فعلی که از صحابه ها ثابت نشده است، اثبات نشده است، فهو بدعتون، این کار بدعت است. گفتند مادامی که صحابه ها نکردند، نگفتند، این بدعت است. گفتند لانه لو کان خیرا لسبقونا الیه، چون اگر کاری خیر میشد آنها ما را پیش میگذاشتند. ببینید شعار مسلمان ها از شعار کافرها فرق میکند. کافرها گفتند که اگر کاری خیر میشد ما را پیش نمیگذاشت صحابه ها. مسلمان ها میگن که اگر کاری خیر میشد ما را پیش میگذاشتند. میگن اگر همین جمعه مبارک هم کاری خیر میشد آنها از ما دیده پیشتر اجرا میکردند. برای چی؟ لانهم لم یترکوا خصلة من خصال الخیر الا وقد بادروا الیها، چون آنها یگان خصلت
از خصلت‌های نیک نگذاشتند مگر شتاب کردند در اجرای آن. هر کاری که خیر باشد آنها پیروی کردند. آنها بزرگی روز جمعه را صدها مراتب اولاتر و بالاتر از ما می‌دانستند. با وجود بزرگی این روز همدیگر را تبریک نکردند و سخن حافظ ابن کثیر که از همین آیت استنباط کردند گفتند که هر یک فعل و هر یک قولی که از صحابه ثابت نشده است هو بدعتون گفتند. یعنی آن عالم هایی که در زمان ما گفتن جمعه مبارک را بدعت گفتند به این گونه سخنها تکیه کردند. مادامی که صحابه ها نگفتند بدعت است، گفتگی قاعده، به همین تکیه کردند. ببینید و حذیفه ابن یمان رضی الله عنه گفتند که کل عبادت لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تعبدوها. هر عبادتی که صحابگان پیغمبر صلی الله علیه وسلم با آن الله را عبادت نکردند با آن الله را عبادت نکنید. عبادت چیست؟ عبادت هر یک سخنی نیک، هر یک گفتاری نیک. جمعه مبارک آنهایی که اجازه دادن میگن که آخر این دعا هست و دعا عبادت است. جمعه مبارک یگان گپی گنده ندارد. جمعه تو مبارک باشد، سخنی نیک است. هر یک سخنی نیک این عبادت است. و عبادت ببینید چی میگونه حذیفه ابن یمان صحابه، هر یک عبادتی که صحابه ها اون عبادت را نکردن نکنید میگن. چون برای چی؟ برای اینکه آنها دین مقدس اسلام را آنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم آموختند. دین تازه آنها یکم دست بودند. یعنی که آنها شریعت را مباشرتا از شارع، از منبع سرچشمی اساسیش که قرآن و سنت است از همان زمانه گرفتند. بنابراین گفتند که هر عبادتی که هر کاری خیری که صحابه ها نکرده است نکنید، با آن به الله تعالی نزدیک نشوید گفتند. و ابو حامد غزالی یکی از علماهای مذهب شافعی هستند، در فقه در عقیده اشعری هستند و صوفی هستند که بسیار آنهایی که گفتن جمعه مبارک را اجازت میدانند امام غزالی را قبول دارند. ببینید امام غزالی که عالم اصولی هست در کتاب المستصفا میگوید که والکف فعل یثاب علیه. کف یعنی کف خودداری میگوید، نکردن یک کار، ترک کردن یک کار، خودداری از یک کار، این فعل است میگن، اینم فعل است، اینم رفتار است میگن. یثاب علیها، کسی که اگر پیروی کند در همین مسئله ثواب میگیرد. یعنی کاری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترک کردند و نکردند و هم فعلی پیغمبر است میگن. بنابراین یک قاعده اصولی دیگری را برای شما برای روشن شدن میفهمانم. ينبغي ان يعلم ان الترك وهو المعروف عند الاصوليين بالكف يعد فعلا. همه باید داند که ترک کردن یک کار که در نزد علمای اصول کف میگن، با اصطلاح کف مشهور و معروف است. کف یعنی خودداری، یعنی نکردن، یعنی ترک کردن یک کار. وقتی که یک کار رو ترک میکنید همین هم فعل است میگن، یعد فعلا. برای چی؟ لقوله تعالی، چون که الله تعالی گفت که كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. در سوره مائده الله تعالی انتقاد کرد، مذمت کرد آنهایی که خودشان صالح بودند در زمانهای پیش از پیغمبر ما، خودشان آدمهای صالح بودند و كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، کار منکر بینن نهی منکر نمیکردند، نکن نمیگفتند، یعنی ترک میکردند. كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، ترک امر معروف میکردند، نهی منکر میکردند، نه که نمیکردند، نهی منکر نمیکردند، یعنی نهی منکر را ترک میکردند، نمیکردند. الله تعالی در دوامش گفت که لبئس ما كانوا يفعلون، بسیار کاری بد میکردند. گفت
كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. از منکر انکار نمی کردند، منکر را می دیدن و کاردار نمی شدند. یعنی همین گپ درباره آنهایی که نهی منکر نکردند، نهی منکر را ترک کردند. الله تعالی گفت که آنها نهی منکر را ترک کردند، لبئس ما کانوا یفعلون، بسیار کاری بد کردند گفت. ببینید نکردن آنها را فعل گفت، بسیار کاری بد کردند گفت، نباشد آنها نکردند. یعنی نهی منکر نکردند، نهی منکر را ترک کردند. این دلالت میکند که ترک فعل است. یعنی که این قاعده های اصولی هست، کمتر مشکل است فهمیدنش، ولیکن تا اینکه مسئله واضح و روشن شود. علمای اصول میگن که ما باید به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ترک هم پیروی کنیم. ترک هم فعل است میگن و دلیل از قرآن هم آوردن. و ببینید غزالی اشعری هست در عقیده، چی میگن؟ والکف فعلون، خودداری ترک این فعل حساب میشد. یعنی ما باید کاری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردند باید پیروی کنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمعه مبارک نگفتند، کسی را تبریک نکردند، یعنی همین کار را ترک کردن این فعل پیغمبر است صلی الله علیه و سلم، فعل صحابه ها هست، نکردند. ما باید پیروی به این عمل صحابه ها و پیش از همه به این عملی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل کنیم. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در کتاب اقتداء الصراط المستقیم گفتند که فلما امر بالاذان في الجمعه وصلى العيدين بلا اذان ولا اقامه كان ترك الاذان فيهما سنه. ببینید برادرای عزیز، در نماز جمعه پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کردند که اذان گفته شود، لیکن در نماز عید قربان و عید رمضان اذان و قامت را ترک کردند. اذان و قامت ندارد. این یکی از جایهای خطای آنهایی که گفتند که به جمعه تبریک کردن اجازت است برای آنکه جمعه عید است، قیاساً به عید رمضان و عید قربان، که در عید قربان و در عید رمضان صحابه ها که همدیگر را تقبل الله منا و منکم می گفتند، در جمعه هم اجازت است قیاساً به عید گفتند. لیکن یک قاعده دیگر هست در نزد اصولی ها که این عبادت را به آن عبادت قیاس کرده نمیشد. و در اینجا ببینید نماز عید اذان ندارد، قامت ندارد. نماز جمعه اذان و قامت دارد. اینها از همدیگر فرق کردند. لیکن مسئله اساسی این است که ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم اذان و قامت را در دو عید ترک کردند. اگر یک آدم امروز به نماز عید اگر اذان گوید، پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کردنی، اگر گوید اهل بدعت حساب میشد. نگو به عید اذان، برای اینکه پیامبر نگفتند صلی الله علیه و سلم. ببینید ترک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را. یا یک آدم گفت که من نماز پیشین را به جای 4 رکعت 5 رکعت میخوانم، 1 رکعت اضافه میکنم. 1 رکعت چی بدی دارد؟ سوره فاتحه میخوانم، رکوع میکنم، سجده میکنم، چی بدی دارد؟ همش سخنهای خوب است کو، رفتار خوب است کو. لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترک کردند این رکعت را، یعنی که 4 رکعت خواندند، 5 رکعت نخواندند. ترک رکعت پنجم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترک کردند. ما باید پیروی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ترک هاشون هم کنیم. یعنی این از علمای حنفی در مسئله این که ترک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما باید پیروی کنیم نقل کردیم از مولا علی قاری و دیگرها. از مذهب شافعی نقل کردیم، امام حافظ ابن کثیر شافعی هستند و شیخ الاسلام حنبلی هستند. قال شوکانی اصلا اصل مذهبش زیدی بود، بعد از آن از این مذهب برآمد و مجتهد شد. ترکه صلی الله علیه و سلم للشیء كفعله له فی التأسی به. ترک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یک کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که ترک کرده باشند،
اون مانند کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم اجرا کردن. هر کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم اجرا کردن ما باید پیروی کنیم. همین گونه هر کاری که ترک کردن ما باید ترک کنیم. در کتاب ارشاد الفحول قال ابن السمعانی یکی از علمای اصول میگن که اذا ترك الرسول صلی الله علیه و سلم شیئا وجب علينا متابعته فيه. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کاری را ترک کنند برای ما واجب است که ما پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم کنیم، یعنی ما هم ترک کنیم. و علامه قسطلانی میگن که و ترک صلی الله علیه و سلم سنت کما ان فعله سنت. ترک پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سنت است، چخیلی که فعلشان سنت است. این دلالت میکند که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی را به جمعه تبریک نگفتن، تهنیت نگفتن، این کار را ترک کردن، همین ترک پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت است. یعنی که نگفتن جمعه مبارک سنت است. در کتاب الابداع ابن نجار حنبلی چی میگوید؟ التأسی برسول الله صلی الله علیه و سلم فعلک کما فعل لاجل انه فعل. پیروی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عملهایشان یعنی چی؟ فعلی تو یعنی یک عمل را تو اجرا کنی به خاطر آنکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجرا کردند. و اما التأسی فی الترک فهو ان تترک ما ترک لاجل انه ترک. پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آن کارهایی که ترک کردن چنین است که اینکه ترک کنی آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کردند برای آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کردند. یعنی یگان کس را جمعه مبارک نمیگویی، وقتی که پرسیده شده که برای چی تبریک نمیگویی؟ برای اینکه میگویی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کردند، منم ترک میکنم میگویی. گفتند در کتاب شرح الكوكب المنیر خب فمن ترك مثل ما ترك رسول الله صلی الله علیه و سلم فهو متأس و مقتد به و مصیب للسنه. کسی که ترک کند مثلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کردن، هر کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردن او هم نکند، همچون اقتدا با پیامبر صلی الله علیه و سلم، واقعا این آدم مقتدی، اقتدا کننده، پیروی حقیقی و مصیب للسنه، از سنت برخوردار است، موافق سنت عمل کرده است. و من فعل ما ترکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فهو مبتدع. کسی که چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترک کردن اگر اجرا کند او مبتدع است گفتند، او بدعت کار است گفتند. و علامه ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب اعلام الموقعین فصل گذاشته، گفتند که فصل نقل الصحابه ما ترکه صلی الله علیه و سلم. فصل آید این که صحابه ها نقل کردن ترک های پیامبر صلی الله علیه و سلم را، کدام کارها را پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کردن. و اما نقلهم لترکی صلی الله علیه و سلم فهو نوعان و کلاهما سنت. ترک پیامبر صلی الله علیه و سلم دو خیل میشد گفتن، صحابه ها نقل کردن ترک پیامبر صلی الله علیه و سلم دو خیل میشد، هر دوش هم سنت است. یکی آن صراحتاً از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم فلان کار رو نکردند، از اجرای فلان کار دور ایستادن یا ترک کردن، گفت اینا صراحتا نقل کردن، اینم سنت است. مانند قولشان در شهدای احد که ولم یغسلهم ولم یصلی علیهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم شهیدان جنگ احد را نشستند و جنازه نخواندند. یعنی در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم دو عمل را ترک کردند. شستن میت اصلا واجب است، شستن میت، ترک شستن کردن، مرده ها را نشستن، همین خیل دفن کردن و به آنها جنازه نخواندن، ترک کردن. اینا نقل کردن صحابه ها. دوم نقلشان آن کارهایی که عموما پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردند، نقل هم نشد. یعنی که نقل نشد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترک کردن. یعنی که مادامی که نقل نکردن از فعلش، این دلالت میکند که ترک کردن، نکردن. علامه ابن القیم در دوامش گفتن که فإن ترکه صلی الله علیه و سلم سنت کما ان فعله سنت. ترک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت است، خیلی که فعلشون هم سنت است.
فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم العدم. ابن القیم یک مسئله را آوردن، گفتند که اگر گفته شود که شما از کجا میدانید که پیامبر صلی الله علیه وسلم نکردند، مادامی که نقل به ما نشده است، یعنی که نقل نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک عمل را نکردند، ما از کجا میدانیم که شاید پیامبر صلی الله علیه وسلم کردند و به ما نقل نشد؟ اگر همین گونه سوال شود چی میگوییم؟ گفتند که هذا سؤال بعید جدا عن معرفت هدیه و سنته و ما کان علیه. این بسیار سؤال دور است از سنت و از منهج و از راه و رویش جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. چون گفتن اگر همین سوال صحیح میشد، همین گونه سوال ها درست میشد، مثلا یک آدم گفتنش ممکن که ما به نماز تراویح اذان میگوییم. نماز تراویح اصلا یک نماز علاهیده هست، بین خفتن و بین بامداد خوانده میشد، اذان ندارد. عین حال ما اذان نمیگوییم. یک آدم گفت که ما اذان میگوییم، برای چی گوییم؟ برای آنکه شاید پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذان گفته باشند. تا جایی که ما میدانیم نقل نشده است، یعنی که ترک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. مادامی که اذان گفتنشان ثابت نیست، یعنی که ترک کردند، یعنی که به تراویح اذان نگفتند. اینها گفتند که شاید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذان گفته باشند و به ما نقل نشده باشد چی؟ اگر این گونه سوال ها را ما سوال درست شماریم، گفتن در بدعت گشاده میشد. هر یک کاری که در شریعت نیست شاید پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده باشند و به ما نقل نشده باشد. این دین مقدس اسلام دین حق است، دین الله تعالی است. این دین را الله تعالی به تمام گوشه و کنار دنیا رسانید. چیزی نمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند، اگر چیزی ضروری میشد بیان میکردند. بنابراین این بسیار سوالی نادرست است و از منهج و راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم دور است. وقال كل من دعا الى بدعه من اين لكم ان هذا لم ينقل. یعنی که بعد همین خیل اهل بدعت پیدا کرده میگن شاید که شما شاید که کردند و نقل نشد گفته. و فاذا ثبت ان الترك فعل، ما چند دلیل ها آوردیم از علمای 4 مذهب که ترک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم فعل است. مادامی که ترک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فعل باشد، پس بر ذمه ما فرض است که پیروی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در فعلشان و هم در ترکشان کنیم. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدوه ما، پیشوای ما، شخصیتی هستند که ما باید پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم کنیم. الله تعالی در سوره احزاب میگوید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در حقیقت برای شما در پیامبر صلی الله علیه و سلم نمونه زیبا هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمونه عبرت هستند در همه کار، در همه رفتار، در همه گفتار، در همه ترک، در همه عمل. ما باید پیروی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنیم. در این مسئله که مسئله های اصولی هست، امام شاطبی رحمت الله علیه در کتاب موافقاتش و میتوانید به کتاب دکتر محمد جیزانی که یک کتاب بسیار فایده‌ناک دارد به عنوان قواعد و معرفت البدع، قاعده های شناختن بدعت، کدام عمل بدعت است کدام عمل بدعت نیست، یعنی که به واسطه همین قاعده ها جدا کرده میشه. در این کتاب از تمام علما نقل شده است. اکثر علمای اصول اشعری هستند برادرای عزیز. فکر نکنید که این یگان وهابی هست. یعنی این رساله دکترا هست. در هر یک یعنی که مسئله قول عالم ها را میبیارد، نوابسته به مذهبش، نوابسته به عقیدش. مسئله اصولی هست. هر چیزی که مثلا بعضی انسان ها در مفکورش همین خیلی جایگیر شده است که کسی که یک عمل رو بدعت گفت وهابی است یا یگان سلفی هست. این بدعت
این مال وهابیت یا سلفیت نیست. کتاب‌های حنفی ها را گیرید، شاید اگر از فرصت شود آن عمل‌هایی که محض حنفی ها بدعت گفتند جمع آوری کرده برای شما گفته میتیم، یا آن عمل‌هایی که حنفی ها شرک گفتند همیشه جمع آوری کرده برای شما گفته میتیم. این شرک، این بدعت، این اصطلاح سلفی یا وهابی نیست، این اصطلاح شریعت هست برادرای عزیز. بنابراین حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه و امام مسلم رحمت الله علیهما روایت کرده از حضرت عایشه رضی الله عنهما گفتند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کدام آدمی که در دین ما یک چیزی را پیدا کند که در دین ما نیست، او به خودش مردود است، او غیر مقبول است. به شخصی که پیدا کرد به او مردود است، رد کرده میشد، قبول کرده نمیشد. کسی که در دین، بعضی ها میگوید که ماشین در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود، برای چی ماشین سوار میشوید؟ هر کسی که در دین مقدس اسلام چیزی را پیدا کند که در دین نیست، این جمعه مبارک عبادت است یا عادت است؟ آنهایی که اجازت هستند این عبادت نیست، این عادت است گفتند. آنهایی که بدعت هستند این عبادت گفتند. عبادت هر چیزی که با مقصد نزدیک شدن به الله تعالی از دین اعتقاد کرده، ثواب اعتقاد کرده میگوید. روز جمعه روزی که این روز نه در نزد یهود روزی شریف است و روزی مقدس است، نه در نزد یهود، نه در نزد بتپرست ها، نه در نزد دموکرات ها، نه در نزد کمونیست ها. روز جمعه در نزد کی مقدس است؟ در نزد مسلمان ها. روز جمعه مبارک باشد دعا یعنی عبادت است. الدعا هو العباده. پیامبر صلی الله علیه و سلم که دعا عبادت است گفتن. یعنی این عبادت است. جمعه مبارک شما میگوید همچون عبادت میگوید یا همچون عادت؟ یعنی که عادتی تاجیکا هست، یعنی 1400 سال یا که 2000 سال این جانب تاجیکا همین عادت گفته آمدن، یعنی عادتی تاجیکا بود یا عادتی عمومی مسلمان ها بود، یا این عبادت است؟ اگر این عبادت باشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکردن، صحابه ها نکردن، علما نکردن. شما یک عالمی را اقلا مثال بیارید که 100 سال پیش از دنیا گذشته باشد و جمعه مبارک گفته باشد. از امام ابو حنیفه، از قاضی ابو یوسف محمد ابن حسن شیبانی کرخی، از دلخواه عالم های حنفی که پیشتر گذشتند واقعا عالم بودند، یه نقل بیارید که گفته باشند که جمعه مبارک گفته باشند. و در روایت دیگر از حضرت عایشه رضی الله عنها این حدیث در صحیح مسلم است و بخاری هم معلقا روایت کرده بدون اسناد. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. یعنی آدم گفتنش ممکن است که این جمعه مبارک رو من پیدا نکردم که این دلیل رو به من بگویی. من احدث، روایت اول این است که کسی که در دین مقدس اسلامی چیزی را پیدا کند که در دین نیست، قرآن نگفته است، حدیث نگفته است، صحابه نگفته است، اجماع علما نیست، اگر گوید و رد است پیدا کند. یک آدم میگه که من پیدا نکردم، آدم ها پیدا کردن به من هم میفرستانم به تلفنم، من هم میگیرم و اون را به دیگرها میفرستانم، من اینو پیدا نکردم، من فقط این کار را میکنم. گوید این روایت میگویم من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی که یک عملی را اجرا کند که در آن عمل امری ما نیست، فرمانی ما نیست، دستوری ما نیست، یعنی دستوری شریعت نیست، هو رد، و ما خودش مردود است، قبول نیست. و این از باب دعای و ذکر است. آخر جمعه مبارک، کلمه مبارک، تبرکی، دعا به برکه، این اصطلاح شرعی هست. یعنی که مادام که عبادت است باید گفته نشه، چون که قاعده هست در نزد اصولی ها الاصل فی العبادات الحظر و التوقیف. اصلا در عبادت حذر است. ما یگان عبادت از پیش خدا ما اجرا نمی کنیم، یگان کاری خیر از پیش خدا ما اجرا نمی کنیم. هر کاری که میکنیم شریعت دستور داده است. در ماه رمضان روزه میگیریم شریعت امر کرده است. دوشنبه پنجشنبه روزه میگیریم شریعت امر کرده است. روزهای 13 14 15 ماه
وقتی که ماه پر میشد روزه میگیریم برای اینکه شریعت امر کرده است. 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، یک بار کلمه توحید بعد نماز فرض میگیم برای اینکه شریعت امر کرده است. این رقم ها و این ذکرها رو ما از پیش خود پیدا نکردیم. الله اکبر 4 مراتب، اشهد ان لا اله الا الله 2 مراتب، اشهد ان محمد رسول الله در اذان میگوییم پیش از 5 وقت نماز. این عبادت است، اینو ما پیدا نکردیم، این شریعت امر کرده است. الاصل فی العبادات الحذر، حذر کنید، از پیش خود یگان عبادت پیدا نکنید. و توقیف، انسان باید خودداری کند. لیکن مثلا طعام ها، لباس ها چی؟ عکسی عبادت است. الاصل فی الاطعمه الحل، اصلا تمام طعام ها حلال است، خوردن گیرید تا مدامی که شریعت آمده حرام نگفته باشد. لیکن در مسئله عبادت اصلا باید شما از کردن یک عبادت خودداری کنید، نکنید تا دلیل پیدا نکنید. ببینید این رد به آنهایی که گفتن که مادامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم جمعه مبارک نگفتن که نهی نکردن، بنابراین ما کردن میگیریم، چون که نگفتن که میگن. نه، در عبادت نه، در عبادت اصل باید توقف، شما باز استید، از پیش خودتون یک کاری خیر اجرا نکنید تا آندمی که دلیل از قرآن و سنت پیدا نکنید. همین قاعده رو با لفظهای دیگر میگن. الاصل فی العبادات التوقیف میگن. اصلا عبادت ها باید انسان توقف کند، یعنی نکند تا دلیل نباشد نکنید. الاصل فی العبادات المنع، بعضی با چنین عبارت تعبیر میکنن. اصلا عبادت ها ممنوع هست، یعنی حرام است، نکنید یگان عبادت رو از پیش خود مگر اگر الله یا پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده باشند. الاصل فی العبادات الضیق، بعضی علما میگن که اصلا عبادت ها دایرش تنگ است، یعنی وسیع نیست، هر چی که خواهید کردن نمیگیرید. چیزی که شریعت گفت، تراویح برای چی میخوانیم؟ از صحابه ها، از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل ها هست. نماز ضحی برای چی میخوانیم؟ آمده هست، نقل هست، حدیث هست. هر کاری که میکنیم در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل باید داشته باشد. و یک قاعده دیگر این است که ان الاصل فی زمان التعبدی الاطلاق، اصلا زمانهایی که مخصوص عبادت است، زمانهای عبادت است و مطلق است. روز جمعه روز مبارک است، روزی که در آن عبادت های اجرا می شود، روز عظیم هست، فایده های عظیم دارد. روز جمعه فضیلت های بزرگ دارد، بهترین روز است. این زمان عبادت است، اصلا اطلاق است. ما همین روز را به یک عبادتی از پیش خود ما گفتن یا کردن یک کار یک قید نمی بیاریم. فلا يجوز لنا ان نعمد الى زمان التعبدی فنقيده بقول او فعل او نقيده بهيئة او حال الا وعلى ذلك التقييد دلیل من الشرع. همین روز جمعه روز مطلق است. ما در روز جمعه یک عمل را اجرا نمی کنیم، خواه سخن باشد، خواه هیئت باشد، خواه رفتار باشد، خواه یگان حال باشد، در روز جمعه اجرا نمی کنیم مگرم برای همین قیدمان دلیل از شریعت داشته باشیم. مانند اینکه غسل کردن به روز جمعه یا مسواک کردن یا ذکر کردن، صلوات را بسیار گفتن، سوره کهف خواندن، مثلا این چیزها دلیل آمدگی هست از شریعت. و یک قاعده دیگر این است که کل احداث فی الدین فهو رد، هر یک چیزی که در دین نو پیدا شده است او رد است، به صاحبش مردود است. و یک قاعده دیگر این است که کل عبادت لا یعرفها الصحابه فهی بدعه، هر یک عبادتی که صحابه ها نمیدانستند وای بدعت است. صحابه ها نمیدانستند جمعه مبارک را، این دلالت میکند که این بدعت است. این دلیل ها برادران عزیز دلیل آن آدم هایی که بدعت است گفتن. اکنون میپردازیم به دلیل آن شخصیت هایی که گفتن که جمعه مبارک اجازت است گفتن. ادله القول الثانی، دلیل های قول دوم، آنهایی که گفتند که جمعه مبارک گفتن اجازت است گفتن. به چی دلیل ها تکیه کردند؟ گفتند که والاصل فی المعاملات الساعه،
این قاعده هست. اینها هم قاعده آوردن، گفتن که اصلا معاملات وسیع هست. الاصل فی العبادات الضیق، اصلا عبادت ها تنگ است گفتیم، یعنی تا دلیل نباشد باید اجرا نکنید. والاصل فی المعاملات الحل، اصلا معاملات اجازت است، تا دلیل نباشد که از جانب شریعت منع نکند معاملات اجازت است کردنش. و این معامله هست گفتن، معامله بین دو نفر جمعه مبارک گفتن این تهنیه عبادت نیست گفتن، این عادت است گفتن. ولی خودتان سوال دهید که آیا این عبادت است یا عادت است؟ به کدام خاطر میکنید؟ به خاطر عبادت ثواب گفته میکند آنهایی که میکند، یا پرسید به کدام خاطر میکند؟ این عادتی کی پیدا شد؟ این عادتی قدیمه هست یا عادتی نو است؟ خلاصه آنهایی که اجازه دادن گفتن که این معاملات هست، باب معاملات وسیع هست، اصلا و اباحه هست، مباحت هست. الاصل فیها الاباحه، اصلا معاملات بابش وسیع هست، اباحت هست، اجازت هست، تا مادامی که شریعت آمده نهی نکند کردن میگیریم گفتن. جمعه مبارک نهی نآمده است از شریعت، بنابراین ما گفتن میگیریم گفتن. بانها لیست ممنوعه شرعا طالما لم یوجد فیها شیء یخالف الشرع. و این گفتن از روی شریعت ممنوع نیست، یعنی در قرآن نآمده است که الله تعالی به روز جمعه همدیگر رو تبریک نکنید، در حدیث نآمده است. و یگان سخنی بد هم حقارت دشنامی چی ندارد، بنابراین گفتنش اجازت است گفتن. و همین سخن را هم گفتن که هذا لیس عباده بل عاده، این عادت است، عبادت نیست گفتن. و حدیثی ابن عباس را هم بعضی هاشون ذکر میکنن، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه این هذا یوم عید، یعنی روز جمعه را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه امروز روز عید است، جعله الله للمسلمین، الله تعالی این روز را برای مسلمان ها عید گردانیده است. فمن جاء الى الجمعه فلیغتسل، ببینید وقتی که کسی به جمعه آمد غسل کند. در نزد 4 مذهب، یعنی امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد، همشون اتفاق کردند که غسل روز جمعه مستحب است. و امام ظاهری گفتن که واجب است، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم من جاء منکم الجمعه فلیغتسل گفتن در دیگر حدیث، کسی که به جمعه آمد غسل کند. و این امر است و امر پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت به حتمیت و واجبیت میکند گفتن. خلاصه این اختلاف است. ببینید غسل روز جمعه خاص روز جمعه هست، هر روزم عبادت هست، اجازت هست، ولی در روز جمعه پیش از رفتن به نماز جمعه مخصوصا دلیل آمده است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث ها ترغیب کردند. و این کان طیب فلیمس منه، اگر خوشبویی داشته باشد استفاده برد گفتن. ببینید خوشبویی گفتن برادرها، عطرهایی که بوی بد دارد استفاده نبرید. بعضی برادرها عطرهای بینهایت بوش تند است، تلخ است، تیز است، بسیار بوش بد نمی رود از انسان و میگیرند با مردم تقسیم میکنند، با میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم عطر را رد نمی کردند. میگن درست، عطر را رد نمی کردند، خوشبویی را رد نمی کردند. آخر این چیزی شما بدبویی هست. واقعا طبع انسان خیره میکند بعضی عطرهای. این خیلی عطرهای نخرید برادرای عزیز. عطر حافظ ابن حجر عسقلانی گفتن که در 3 چیز اسراف نمیشد گفتن. هر چقدر پول قیمت اگر صرف کنید اسراف نمیشد، یکی آنها عطر است گفتن. عطر قیمت خرید باقی نداره، گناهکار نمیشید. خب اگر عطر داشته باشد استفاده برد گفتن. و علیکم بالسواک، و برای خود در روز جمعه مسواک را لازم گیرید، یعنی دندان ها و دهان های خود را خوشبوی کرده، تازه کرده وارد مسجد شوید. روایت ابن ماجه و این حدیث صحیح است، شیخ البانی هم حدیث را حسن گفتند. و این چنین گفتند که یعنی که در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم روز عید را، روز جمعه را عید گفتند. و اینها دلیلشان چی است؟ قیاساً به 2 عید، عید رمضان و عید قربان، مادامی که جمعه هم عید باشد پس تبریک کردن اجازت هست گفتن. لیکن ما
اصحاب قول اول را دلیلهایش را ذکر کردیم. در ضمن آنها رد بود که عبادت به عبادت قیاس کرده نمیشد. یک مثال عادیش جمعه اذان دارد، قامت دارد، عید نه اذان دارد نه قامت دارد. به یک دیگریش قیاس کرده نمیشد، لیکن اینها قیاس کردند. ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب زاد المعاد 33 خصوصیت های روز جمعه را ذکر کردند. یعنی روز جمعه 33 خصوصیت دارد که در دیگر روزها نیست. یعنی خاص روز جمعه هست. 33 عمل است که شریعت امر کرده است به اجرای همین عملها در روز عید، یعنی در روز عید جمعه. و در 13مینش گفتن که انه یوم عید متکرر فی الاسبوع. روز جمعه یکی از خصوصیتاش هست که شنبه ندارد، یک شنبه ندارد، جمعه دارد، عید است، هر هفته تکرار میشد. گفتم یعنی عید یکی هر هفته عید است. یکی از خصوصیت های جمعه سه شنبه ندارد، چهارشنبه ندارد. خلاصه 33 خصوصیت ذکر کردند، لیکن در بین این 33 خصوصیت نیست که ما همدیگر رو جمعه مبارک گوییم. و اما تبریک کردن در دو عید واقعا از بعض صحابه ها آمدگی است که همدیگر را تقبل الله منا و منکم میگفتند. دلیل قول سیوم آنهایی که گفتند که جمعه مبارک مشروع نیست، امر شریعت نیست، لیکن اگر کسی گوید ما وی را اهل بدعت نمیگوییم. گفتم و یگان کس ما را تبریک کندم یگان چی جواب میگوییم. گفتم و واقعا بعض عالم هایی که بدعت گفتند، بعد اینکه بدعت گفتند در دوامش یک قید دیگری را هم گذاشتند. مانند شیخ عبدالعزیز ابن باز میگویند که و اما اذا قال المسلم لاخیه احیانا من غیر اعتقاد لثبوتها ولا التزام بها ولا مداومة عليها ولكن على سبيل الدعاء فنرجو ان لا يكون بها بأس. اما اگر مسلمان گاه از غیر اعتقاد که این یعنی اعتقاد نکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن یا این کاری ثواب است، اعتقاد نکند، بر دوام نگوید، گاه یک سال به یک مراتبه، دو مراتبه، بر باب دعا، از باب دعا، یعنی الله تعالی جمعه را به شما مبارک گرداند، گوید امید میکنیم که هیچ گناهی نباشد. گفتن و ترکها اولا، باز گفتن که دیگه ترکش بهتر، نکند این کاره، حتی لا تصیر کالسنة ثابته، حتی رفته رفته مانند سنت نشود. اصلا بدعت ها همین گونه پیدا میشد برادرها. شاید اگر همین چیز به طریقی باید و شاید نفهمانیم، شاید این جمعه مبارک به یک درجه رواج یابد که هر سحر باید روز جمعه آدم خیزد و به هزارها آدم اول جمعه مبارک فرستاند. به جای وی شما چند مراتبه صلوات میگفتید. ببینید به یک انسان اگر 100 مراتبه از 100 نفر اگر تبریکات آمده باشند، به 100 نفر شما گیرید ساعت مانید و جواب گردانید که چقدر میشد، چقدر وقتی شما میرد و چند مراتبه به جای این صلوات میگویید یا چند آیت از قرآن میخوانید. این بدعت ها همین گونه پیدا میشد آهسته آهسته. و این چنین گاه ها اجازت از گفتن برای چی؟ یک قاعده هست، یجوز عرضا ما لا یجوز دواما. آن چیزی که گاه ها گفتنش اجازت هست، یعنی گاه ها بعضی چیزها گفتنش اجازت هست، لیکن بردوام گفتن اجازت نیست. و این چنین بعضی علما گفتن که اگر یک برادری مسلمان را من باب دعا اگر یا من باب تعلیف قلوب، گرم کردن دلها یا در آوردن خرسندی یا وقتی اجابت را در نظر داشته، در روز جمعه یک ساعتی است که دعا قبول میشد، همون ساعت نیت کند که حالا همین ساعت اجابت است گوید و الله تعالی این روز را به شما مبارک گرداند، گوید فلا بأس بذلك، یعنی که هیچ گپی ندارد. گفتن يجوز للإنسان أن يقول جمعة مبارك لأنه لم يرد في الشرع شيء يمنعها. یعنی آنهایی که گفتن که ما بدعت نمیگوییم، گفتند
میگن که مادامی که از شریعت نهی آمدگی هست، یعنی گفتنش اجازت است گفتن، لیکن خیلی که شاهد شدید دلیل های قول اول با قوت بودند. هل یوجد دلیل فی القرآن و السنه؟ یگان دلیل در قرآن و سنت آید این مسئله هست؟ البته خیلی که در بالا گفتیم آید این مسئله دلیل نیست. اگر این یک امری ضروری میشد البته الله تعالی بیان میکرد و ما کان ربک نسیا، پروردگار تو فراموش خاطر نیست. و حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی را نماندند نگذاشتند مگر برای ما در آن باره علم دادند. اگر گفتن جمعه مبارک خیر میشد و ثواب و عبادت میشد، هر آیین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکردند. ببینید در سوره نساء الله تعالی میگوید که و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. اگر شما سلام داده شوید، کسی به شما سلام دهد، شما از او دیده علیک خوبتر و زیباتر گیرید یا اینکه مثل خودش جواب گردانید. یعنی السلام علیکم گوید و علیکم السلام و رحمت الله گفته جواب گردانید و با روی تبسم و با چهره کشادتر از چهره او جوابی خوشروتر گردانید گفت. یا اینکه مثل خودش لااقل مثل خودش باید علیک گردانید. ببینید این سلام علیک را الله تعالی در قرآن کریم در سوره نساء آیت 86 بیان کرد، لیکن به همدیگر جمعه مبارک گویید نگفت. اگر ضرور میشد میگفت. و یک حدیث امام بخاری را نگاه کنید. حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اذا عطس احدکم فلیقل الحمد لله. یکی شما اگر عطسه زند الحمد لله گوید. ولیقل له اخوه او صاحبه یرحمک الله. برادرش یا صاحبش آنی که در اطرافش است، آنی که شنید الحمدلله را باید یرحمک الله گوید در جواب. حتی بعض علما واجب است گفتن یرحمک الله. اگر الحمدلله را از عطسه زننده که شنیدید گفتن یرحمک الله واجب میشد، اگر نگفتید گناهکار میشید. فاذا قال له یرحمک الله، وقتی که به عطسه زننده یرحمک الله گفته شود فلیقل یهدیکم الله و یصلح بالکم، در جوابش بگوید که یهدیکم الله و یصلح بالکم، الله تعالی شما را هدایت کند و احوال شما را نیک گرداند، حالت شما را خوبتر بگرداند. دعا. روایت بخاری ببینید یک کس عطسه زند دعا کند، شخصی شنونده دعا کند، باز عطسه زننده دعا گرداند. در صحیح بخاری ثابت است، لیکن جمعه مبارک ثابت نیست. بنابراین بهترین کتاب الله تعالی هست و بهترین هدی راه و رویش و سنت و حیات و زندگی این راه و رویش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مادامی که نگفتند نگوییم، مادامی که کردند اجرا کنیم. و شر الامور محدثاتها، بدترین کارها این نو پیدا هاست، عبادت هایی که نو پیدا شده است. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود، در زمان صحابه نبود، بعد پیدا شد. بنابراین نه از صحابه ها، نه از تابعین، نه از امام ابو حنیفه، نه از امام بخاری، نه از قاضی ابو یوسف، نه از محمد ابن حسن شیبانی، نه از زفر و نه از کرخی، نه از یگان عالم های معتمد حنفی و غیر حنفی برای ما نقل نشده است که آنها گفته باشند که به همدیگر روز جمعه به همدیگر جمعه مبارک گویید یا کسی را جمعه مبارک گفته باشند. بعضی ها را شنیدم که گفتند که 4 مذهب گفتن جمعه مبارک را اجازت دادند. گفتیان 4 مذهب در این باره گپ نزد است برادر عزیز. 100 سال پیش عالم هایی که 100 سال پیش گذشتن یک نفر را بیارید که آیده همین مسئله حرف زده باشد. این مسئله نبود، چون که یگان امام ها در این مسئله حرف نزدند، فقط آنها اصول و قاعده ها دارند. ما طبق اصول و قاعده های آنها در این مسئله روشنی انداختیم، از روی اصول 4 مذهب آوردیم که ترک پیامبر صلی الله علیه و سلم فعل است
ما باید هر کاری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترک کردن در آن هم باید اقتدا کنیم. گفته از قاعده ها دلیل آوردیم، لیکن خودی در مسئله جمعه مبارک یگان عالم حنفی یا مالکی یا شافعی یا آنهایی که پیش گذشتن در این موضوع حرف نزده است تا جایی که اطلاع داریم. و شیخ عبدالعزیز ابن باز هم با وجود اینکه صاحبی صدها هزار کتاب داشتند، گفتن که ولم نطلع علی احد من اهل العلم قال بمشروعیته، یگان اهل علم را آگاه نشدیم که گفته باشند که جمعه مبارک مشروع گفته باشند. حتی در این مسئله حرف نزدند. برای چی؟ برای آنکه نبود. بنابراین برادرای عزیز، بهترین راه این راه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله سبحانه و تعالی برای هر یکی ما و شما علم نافع و عمل صالح نصیب روزی گرداند. در این دنیا مسلمان حقیقی زیستن و از این دنیا مسلمان واقعی وفات کردن را الله سبحانه و تعالی نصیب روزی گرداند. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.